سیاوش فرزند کیکاووس و زاده زنی از تبار توران بود و پرورده دست رستم دستان. و چون به درگاه پدر بازگشت، سودابه زن شاه با فریب به او نزدیک شد و چون پاسخ نگرفت تهمت تعرض به او بست. شاه خشمگین فرمان آزمون آتش داد. سیاوش با دل پاک از آتش گذشت. او را به جنگ توران فرستادند و سیاوش تا قلب دشمن تاخت. در نبرد نخست پیروز گشت و سپس برای پرهیز از خونریزی با افراسیاب صلح کرد. دختر پادشاه فرنگیس به همسریش درآمد. خبر به کیکاووس رسید و سخت خشمگین شد. سیاوش در دیار بیگانه شهری از مهر ساخت، شهری سرشار از عدالت و شکوه، و با همسرش در آنجا سکنا گزید. اما تهمت درباریان توران بار دیگر بیداد آفرید. سیاوش به خیانت متهم شد، در بند شد و فرنگیس در سیاهچال ودای اشکبار با شوی خود داشت و سرانجام تیغ بیداد گلوی بیگناهش را برید. خونش زمین را رنگ زد و گیاه ساوشان از آن رویید. فرنگیس پنهانی فرزندش کیخسرو را زاد و پرورد تا روزی انتقام پدر گیرد و نام سیاوش جاودانه در دل ایران بماند.